حاج مهدی رسولی یه شب داشتید میخوندین، به علیرضا گفتم علیرضا ایشون هم زنجانیه، پدر تو هم زنجانیه، من خیلی دوست دارم تو شبیه حاج مهدی رسولی شی. وقتی که شهید شد خیلی ببخشید، گفتم حاج مهدی رسولی باید خیلی دلش بخواد شبیه علیرضای من بشه. با اون صندلی خیلی حرمت داره. من بلند شدم به امام رضا اصلا خجالت کشید، گفت که ما مدعیان صفحه اول بودیم. از آخر مجلس ناراض شدم، نشستم به امام رضا عرض کردم که آقا جان من تا اینجاش که فقط الکی ظاهر سازی کردم، غلط کردم. من از حاج خانم خواهش میکنم دل شکسته شما هم از بابت همسرتون هم از بابت فرزندتون، شما رو قسم میدم به علیرضاتون، شما رو قسم میدم به همسرتون و به این پسر جانباز گلتون که دعا کنید ما دیگه روسیاه تر از این حرفا نشید.